خیلی مسئله آینده را ببینیم. میگه که مسئله خرون نامی یک ردیفی طبیعی پلوتون است که به نزدیکی آن را کشف کردم. انا همین نظر به مسئله خودی پلوتون 8 مراتبه خورد است و پلوتون و خرون از روی مدارهای دایروی طوری حرکت میکنند که در اطراف مرکزی مسئله مرکزی انا همین سیستم چنان دور میزنند که مثل یک جسم سخت چرخ میزنند. این معنا دارد که سرعت کنجی آنها در اطراف همون مرکز مسئلهشون یک خیله هست. مسافه بین مرکزهای سیاره و ردیف آن اری کلان با ما معلوم است. 19640 کیلومتر و رادیوس خودی انا همون ردیف اری خورده. رادیوس خرون اری خورد. فرق نسبی شتاب افتیش آزاد را در سطح خرون در نقطه هایی که از همه دور است از پلوتون و در نقطه هایی که از همه نزدیک است به پلوتون یابید. یعنی ما داریم سیاره پلوتون، بعد انا همین ردیفش خرون. مرکزی مسافه بین مرکزهای انا همیون مسافه بین مرکزشون اری کلام شرط نبودم خیلی دو تا خط کشم خیلی مایلش و رادیوس خودی انا همین ردیف اری میدان. میگوید که اینا در اطراف مرکز عمومی مسئلهشون چرخ میزنند. باید ما مرکزی مسئله همین سیستم را یابیم. سرعت کنجیشون در اطراف مرکز مسئلهشون، یعنی اگر مرکز مسئلهشون همینجا باشه سرعت کنجیشون در اطراف مرکز مسئلهشون یک خیله هست و این مرکز مسئله برای یافتن مرکز مسئلهشون فرض میکنیم که در همینجا ما نول میگیم که ایکس به طرف چپ روانه میسازیم و این نقطه از مرکز ردیف در مسافه ایکس قرار دارد، در مسافه ایکسی سی، یعنی ایکسی مرکزی مسئله و برای یافتن همین ما از فرمول مرکزی مسئله استفاده میبریم. ایکسی مرکزی مسئله برابر است به خیلی مثل هر وقت m1 x1 جمع m2 x2 یا که x2 m2 تقسیم مسئله عمومی سیستم m1 جمع m2 همه را استفاده بودم. ما میتوانیم که یابیم. ما میدونیم که این مسش نظر به 8 مرتبه زیاده، یعنی ایرا اگر ما ام کلون بگیم ایرا میگیم که 8 ام کلون و x1 m1 جمع x2 m2 ما ایرا شرطا 0 قبول کردیم کوردیناتش مسای ام خورد ام یک ام برای همین ام یک مون اگر یک ام باشه x1 0 جمع x2 مون میشه که از مرکز ای تا مرکز ای r ضربی مسئله ای 8m تقسیمی مسئله عمومی سیستم 8m جمع 1m میشوند 9m. از همینجا ما به دست میاریم که m ها اختصار میشوند 8 تقسیم 9r. این عبارت مسافه از مرکزی انا همین از بس که جا 0 است یعنی x3 این مسافه از مرکزی خودی ردیف تا موقعی مرکزی مسئله انا همین سیستم، یعنی خیلی شرط مثلا لکه با ما گفته که آنها همه وقت به دیگر نگاه کرده چرخ میزنن، یعنی این معنی آن را دارد که اومگا 1 برابری اومگا 2. انا اومگا را چطور میابیم؟ اومگا آنها رو ما مرکز مسئلهشون را یافتیم. ما میدونیم که انا همین ردیف از روی مدار دایروی رادیوسش چی؟ از روی کدام مدار دایروی حرکت میکنه؟ ردیف از روی مدار دایروی رادیوسش x حرکت میکنه، یعنی در اطراف این نقطه این چرخ زده است. اما ما میدونیم که چی سبب میشه که این در اطراف
از روی دوره حرکت کنه، یعنی چی سبب میشه که این ردیف با طرف یعنی همین مرکز شتابی مرکز را پیدا کنه. سبب میشه قوه جاذبه. یعنی ما گفتیم که شتاب قوه جاذبه بین انا همیا سبب میشه که هر یک کدام ای با شتاب مرکز را در اطراف انا همی چرخ زنند. یعنی برای ای اگر ما نویسیم قانون دوم نیوتن را برای ردیف نویسیم، ما می نویسیم که ماسه انا هم ردیف شتاب مرکز را می نویسیم m اومگا کوادرات رادیوسی مدارش، رادیوسی که از روی همون چرخ میزنه ای x است. m اومگا کوادرات x c برابر است و همه چیز از حساب قوه جاذبه که در بین آنها هست پیدا می شود. یعنی اینجا قوه جاذبه سبب می شود اینجا شتاب مرکز را پیدا شود. پس m اومگا کوادرات x ای برابر است با g ماسه ای ضرب ماسه y، یعنی 8m ضرب m g m یک m دو تقسیم مسافه بین مرکزشون ضرب موافق شرط مسئله در کوادرات. و در همه جا ما اومگا را علاقه پیدا کرده می توانیم. این m کدام m بود؟ ما گفتیم ماسه ای را باید ماسه ای را نسبت به وای نویسیم قانون دوم نیوتن. پس این m m کلون، یک m کلون، 8 m کلون یک m کلون. یعنی همینجا یک m کلون اختصار می شود و میمونه اومگا کوادرات x c مراد در جاش میمونیم که 8 تقسیم n r برابر g 8 m یکش رفت تقسیم r در کوادرات. با در همینجا ای را باید ای اختصار نکنیم، خطا می شود. ای در مخرج نیست. انا اومگا را میویم، اومگا برابر می شود با کوادراتش. ما در بطور کوادراتش باشه بسنده. یعنی 8 ما گفتیم اختصار نگفتیم، 8 اختصار میکنیم. 8 اختصار شدن چی مون؟ اومگا کوادرات برابر n g m هم خیلی n g m تقسیم r کوب. انا اومگا کوادرات هم یافتیم. این چیز دمو در کار می شود. یعنی ما صورت کنجی که چرخ میزنه یافتیم. و انا که گرد درباره اون است که ما باید دلتا جی تقسیم جی را بیایم. چی؟ فرقی نسبی جی شتاب افتیش آزاد در سطح انا همی سیاره، در سطح انا همی ردیف هنگامی با اعتبار نگرفتن قوه‌هایی که از طرف ای تاثیر میکنه و قوه‌های چی؟ مرکز گریز. یعنی مثلی که در زمین داریم جی برابر قوه جاذبه از طرف زمین تاثیر میکنه تقسیم m، جی برابر f تقسیم m در همونجا من همین جی برابر f که تنها از طرف ای و یگان جسمی در همونجا جایگیری تاثیر میکنه تقسیم مثلا همون جسم دلتا جی تقسیم جی را ما باید پیدا کنیم. انا ما می‌نویسیم شتاب افتش آزاد در همه قطعه از معاینه کنیم برای شتاب افتش آزاد مثلا کی و اگر چیزی در کار بود صورت کنجی را یافتیم. انا شتاب افتش آزاد چی است؟ نگاه کنیم. ما می‌دونیم که در این اینجا باشد جسم، در اینجا باشد جسم، بعد همین جسم مثلا m خیلی شتاب افتش آزاد نگاه کنیم. این جواب فرمول شما می‌نویسیم شتاب افتش آزاد این اصلا برابر با قوه نتیجوی او شدت میدان جاذبه. قوه نتیجوی که به جسم در یگان نقطه تاثیر میکنه قوه نتیجوی اما به سمت انا همو سیاره یا که جسمی کیهانی که هسته کلام نظر ببرید. قوه نتیجوی که به وای تاثیر میکنه به سوی انا همو تقسیمی چی مسش. یا اینکه اگر با عبارت دیگر بگیم شتاب افتش آزاد این قوه هسته که جسم هنگامی در سطح همو سیاره یا که همو جسم کیهانی جایگیر بودن
бо ягон қувва ба сатҳи ана ҳамун сайёра ё ки ҷисме ки дар болои ҳамун ҷисми кайҳонӣ дар болои ҳамун бо кадом қувва фишор меёра ана ҳамин қувва тақсими массаи ҷисм. яъне мо бояд бинем ки ҷисме ки дар ана ҳаминҷа истодага дар сатҳи ана ҳамин радиф ба сатҳи ана ҳамин бо кадом қувва фишор меёра. мо медонем ки мисол агар барои замин мисол биёрем мо ба замин бо кадом қувва фишор меёрем бо қувваи mg таъсир мекунем ба сатҳи замин. ҳамин қувваро ба масса тақсим кунем g мешавад, яъне ишто ба чизот мебироям. дар ҳамонҷа мо мебинем ки ба кадом қувва ана ҳамин ҷисм ба сатҳи ана ҳамин радиф таъсир мекунад ва ана ҳамин қувваро мегирем ба массаш тақсим мекунем, ишто ба чизот мебироям. ишто ба чизот ҳосил мешавад, яъне инҷа баробари f тақсими m ишто ба чизот. ана дар онҷа чи аст? мебинем ки дар инҷа аз албатта ки ба ҷисм аз тарафи сайёра қувваи реаксия такягоҳ таъсир мекунад. n ана барои чи ира n1 мегем? n1 ҷисм инами ҷисм массаи ана ҷисмамон мегем ки m дар атрофи ана ҳамин нуқта бо шитоби марказрав чархзареса, яъне ана ҳамин ҷисма бо инчунин аз тарафи ини радиф инаи тараф ба ҷисм қувваи чи таъсир мекунад? қувваи ҷозиба ки аз тарафи радиф таъсир мекунад. ира мо мегем ки f1 биё дар инҷа менависам намира ин тараф n1 таъсир мекунад, ин тараф f1 таъсир мекунад аз тарафи радиф бо аз тарафи инаи чи f2 таъсир мекунад. яъне суммаи ана ҳамин қувваҳо ба ҷисм чӣ мебахшанд? шитоби марказрав мебахшанд ки шитоби марказрав қатъи дар атрофи ана ҳамин нуқта чарх мезанад, яъне мо мегӯем ки шитоби марказравмон ин тарафаи самтиш. пас менависем ки барои ана ҳамин ҷисми массаш м хурд, ҷисми массаш м хурд, м зарби м зарби шитоби марказрав, ай мо чи аст? ай мо омега квадрат ҷисм нигоҳ кунед атроф ҷисм то масофа аз ҷисм омега квадрат зарби радиуси мадори ҷисм, радиуси даврае ки ҷисм ҳангоми дар атрофи маркази массаи сайёраҳо чарх задан мекашад, яъне инаи ери майда ҷамъи бо инаи x ам хел буд ки яъне x ҷамъи ери майда ma баробари چی تاثیر میکنه با جسم؟ با سمت آن همه شتاب چی تاثیر میکنه؟ F2 قوه که از طرف ای تاثیر میکنه، یعنی G مسای ای 8M GM مسای وای M مایده تقسیم مسافه بین مرکز ای و خودی جوگی شوی جسم. ای از ایجا تا ایجا را میشود اری کلان مسافه بین مرکزهای سیاره و ردیف با جمعی اری خورد. هم خیلی بود خیلی چی گفته سر موضوع؟ گفتیم که شتاب MA کندی میتونم نتیجه سازیم. MA برابری F2 قوه جاذبه از طرف ای جمعی F1 قوه جاذبه از طرف خودی یعنی همون چی؟ خودی همی ردیف و از همه تاثیر گذارترش خودی قوه جاذبه ردیف برای که این دورتره، یعنی G قوه جاذبه از طرف ردیف تاثیر میکنه. G مسای خودی ردیف M کلان بود، یک M کلان بود ضرب چی؟ جی ام خورد تقسیم هم خیلی تقسیم خیلی اری خورد در کوادرات باز مینوسی نگاه کنید مینوسی n یک یا کی در جای n یک ما چه؟ n یک در جای m یک ما میتونیم چی نویسیم؟ n یک این قوه که جسم با سطح سیاره با هم قوه تاثیر میکنه با سطح همون ردیف، یا اینکه قوه که ردیف با اون جسم تاثیر میکنه. از وقتی که ما نسبت به جسم مثلا همین خورد نویسیم برای همون در نسبت به جسم این قوه اون طرف تاثیر میکنه. اگر از نقطه نظر چی بینیم سیاره بینیم جسم با سیخ ردیف جسم با ردیف با همین قوه یک سمتش این طرف، یعنی قانون 3 نیوتن. اینجا ما می‌نویسیم که m خورد در جای n یک ما می‌نویسیم m خورد g یک. فهمو؟ انا از اینجا اگر ما جی رو ببینیم یکی اینجا m خورد اختصار میشن. جی اگر می‌بینیم جی یک برابر است با
ایرا ما این طرف آوردم اشتباه برای که مثبت شود. انا که امو را علاقه اختصار کردیم میمونه چی؟ میمونه نگاه کنیم. بیا همینجا ما در حال درجه اومگا کوادرات بمونم. نه یوشی دومیم اینا 9 جی ام تقسیم ار کوب میمونم چی میشه؟ 9 جی ام تقسیم ار کوب. خیلی میمونم درجه نویسنده. ما ایرا این طرف زمانیم جی یک برابری این چیزا در همین طرف میایستن. یعنی یا جی ام کلون از قوس میبریم یا اختصار شدگان جی ام کلون اینجا قوس ام برومد اینجا 8 مونده یا 8 تقسیم ار کلون جمع ار خورد در کوادرات جمع اینجا هیچی نمونده. این ام بروردیم این اختصار شدگان یک تقسیم اری مایده در کوادرات. اینه مثبت این طرف شوردیم جای اینه میوه منفی میشود. منفی که میشود ام رفته گیه اینه x جمع r میمونه منفی میشود. گفتیم x c جمع r میمونه تقسیمی یک درجه اومگا کوادرات ما چی مونده 9 جی 9 ما جی ام بروردگیم فهمده نه 9 تقسیم ار کوب نکی انجا اگه پاکی ما باید درجه ایکس اس در حال نیرمه موندم چه ایکس اس ای ام ضربه ما آنه اینا 8 تقسیم نه ارای ایکس اس 8 تقسیم اینجا کوادرات ندارم کوادرات ندارم 8 تقسیم نه ارای 8 اری کلون جمع نه اری مایده تقسیم 9 برای 9 میروم خیر. یعنی اینجا درجه ایکس اس در حال میمونم. جمع 9 اری مایده تقسیم 9 داشتیم با ضرب 9 در برین قوس برای همانم خیش. یعنی موندم درجه ایکس اس. تمام هم قدس بود برای موندم. قوس هم اخکم میکنیم جی یک در حال انجا چی با احتیاط کرونا جی دو را می نیسیم جی دو برابر است و تو در این نقطه شوافت شده کمتر است. باز می بینیم در اینجا جی دو داریم در همینجا همین خیلی رسم قوه ها هستند فقط خیلی در موقع دیم قوه جاذبه از طرف اینه ما این چی گفتم از طرف خودی ردیف F1 گفتیم ما باید این دفعه میشه F1 شتریک که به سمت این طرف فهمید؟ گفتیم که وقتی اینجا باشه جسم این طرف تاثیرش میکنه F1 نگه F1 شتریک انا قوه جاذبه از طرف اینه ردیف همو F2 گفتیم همو سمت F2 شتریک N کدام طرف تاثیر میکنه N اینه طرف اینی دو میگیم هم کلاس یعنی قوه ریاکسیون تکیهگاه از طرف سیاره همین ردیف با جسم این طرف تاثیر میکنه فهمو؟ انا اگر اینی دو را یابیم ما میدونیم که با چی اشتباه با کدام طرف روانه با همون طرف این اشتباه I1 میگفتیم خیلی اینجا میگیم که I2 اشتباهی مرکز روان برای که اشتباه فرق میکنن در اینجا رادیوسی چی بود مسافه از جای نقطه جاگیرشوی ای تو مرکزی نقطه چرخزنی ای اری ایکس جمعی اری خورد بود اینجا میشه ایکس تری اری خورد فهمیدین برای که این اینجا توجه ایکس ای توجه میشه ایکس تری اری خورد در اینجا ایکس جمعی اری خورد بود اینا ام اومگا کوادرات ایکس این قوه چیه همون ام های اشتباه مرکز روان انا اشتباه طرف با این طرف روانه اگر ما در حال نویسیم همینجا بیو نویسیم ما می نویسیم که ام ای دو برابر است با چی این دقت اف دو شتریخ مینوس اف یک شتریخ اگر انا از همینجا مود این دو در کره برای که این دو در داخلش ام دو جی ام جی دو ایستادگی فهمو یعنی در اینجا ام جی دو داریم ما ام جی دو یعنی ما رنگی همه چی خیلی کردیم حلقه میکنیم جی دو را میابیم امو همه اختصار میشون وقتی این یافتیم ما
مثبت کنی اینا منفی طرف است مثبت میشه، یعنی f یک شتریخ مثبت میشه در اینجا. این m اومگا کوادرات این چیزام در اینجا مینوس بود کو حساب اومگا کوادرات x این طرف اومد مینوس شه y این طرف میاد کنی این در یوبیم خاطی شما دانو فهموی نشه. این اینجا برابری چی میشه؟ f یک قطعی ای یک دوم میشه f یک شتریخ یا که بیو ای را این طرف میبریم مثبت f شتریخ هم میبریم منفی این طرف خودش نمیسته پلس m خیلی اومگا کوادرات یکم اری شتریخ خیلی جی دو در اینجا امی خورد جی دو داریم خیلی اینجا همه یا در ام داریم از ما در اینجا همش اختصار میشوند جی دو برابری اف یک شتریخ چی اینک با جی ام همه بروریم جی ام همه بروریم ما با اینجا در حال سوده کرده نایستیم همین یعنی یک بار ما باز اگر ما هم همین را بنویسیم که جی ام نبریم سازه این دوست که چند بار پر میشه برای ما سوده کرده نایستیم که هم یک برده امکانش باشه اگر هم یک برده کار کرده بریم جی ام انا اف یک شتریخ کنی از طرف خودی ردیف اف یک بدم اینجا اف یک شتریخ از طرف خودی ردیف پس توی این طرف این میشه که جی امی خورد تقسیمی اری خورد در کوادرات هم خیلی بدم اری خورد در کوادرات اونجا مینوس داریم با مینوسی با جی ام نکی در اونجا 8 ام بود از طرف اینه 8 ام ایکو نه اف دمون از طرف این تاثیر کرده از طرف اینه این 8 جی ام ضرب 8 جی ام خورد ضرب 8 ام کلان ما جی ام برآوردیم اینجا 8 میمونه ام خورد شما گفتیم اختصار میشه تقسیمی یعنی رنگ همینجا فقط اینجا ار پلس ار نیو نگاه کنید از این اینجا تو اینجا چه ار کلانای تو اینجا چی ار کلان میشه مایدا در کوادرات انا اینا نوشتیم خطا نکردم که جمعی این همی چیز هم خیلی چیزی که همجا درسته ای ایسابی که مونه را سوده کردم فقط در اینجا x3 پلوس ارای در اینجا x3 این اینجا تو اینجا x3 مینوس ار همجاش مینوس میشه تمام x3 من 8 تقسیم 9 مینوسی اونجا خلاصه میخواه میشه پلوسی مینوسی 9 اری مایده هم خیلی تقسیم ار کوب واحد ها توغری میگرن نگاه که جا واحد موند مسافه تقسیم مسافه در کوب میشه مسافه در کوادرات در اینجا کوفیشنت خیلی واحد نداره اینجا مسافه در کوادرات از جی ام واحد جی خودش برابره با اگر از روی چنک رو بینیم جی ام تقسیم ار کوادرات هست که پرستویش یعنی باید در پایین مسافه در کوادرات باشه اینجا هسته یعنی از روی چنک یعنی همه فرم ما درسته اگه دل تجزیه گفتن برای دل تجزیه گفتن کدام چیز زیادتره با گفت شما یعنی در کجا جسم با سطح سیاره قوای زیادتر تاثیر میکنه جی یک یا جی دو جی یک زیادتر باشد یا جی دو کو گفتم جی دو کمتره ما گفتم که قریبتر درست هم خیلی باشد نکی در اونجا باش صورت چرخزنی زمین هم اگر ما با اعتبار بگیریم همین کارات ایمنا محض برای زمین کرده میشه یکی برای زمین افکت همین چیز افکتیو نیست برای چی برای که محتاب یکمش که 81 مرتبه مساج خورده دومش که خیلی دورتره یعنی مرکز مساج زمین ما خودش در داخل زمین این ایجاد کیوده یعنی تقریبا محتاب زمین چی نمیکنه از حالت یادم مرکز خودی زمین نمیکنه اونقدر یعنی زمین در اطراف اینه چیز تو میخوره کم ترک اسم میره کم ترک خیلی اصل قوای جاذبه محتاب کم ترک زمین چی میشه او کم ترک هم در جاش گویو که گردش لپیشی کم ترک خورد گردش انا جی یک طرح جی درای افتنده از این ما باید ایره چکو کنیم طرح کنیم هم خیلی انا جی یک طرح جی دو میشه دلتا جی برابر است با جی ام باز از خاص میبروید مثل هر وقتا
انا اینجا ما باید قوس کوادراتیک کنیم برای که اوجه اگه نگاه کنیم چی یکم چیزی که اختصار میشه اینه یا دیدین این سوه میشن یا میروم بعد انا یا مانندن دیدین 8 ما از ای را طرح کردیم برای اون وقتی ای طرح ای میکنیم این طرح چی میشه جمع میشه 8 ار جمع ار در کوادرات طرحی با طرحی 8 ار طرح ار در کوادرات 8 تا میتونیم که از قوس مایداگ بروریم چی میشه 1 تقسیم ار جمع ار در کوادرات انا زوریش نمیاد که ما وقت با جی تقسیم میکنیم جی ام میره اری کلام خاطر مایداگ اما معلوم است طرحی یه جمع گفتیم در کوادرات نمیگیم شما در کوادرات داریم طرح او 1 تقسیم ار طرح ار در کوادرات انا کنی بکنیم اینجا طرح ای این طرح خودش طرح فرمولا قطعی نه جمع چی میشه طرح فرمولا طرحی که ما طرح کردیم که ای را در نمی طرح قطعی نه چی میشه اگه بیایی را یک میگیم نه دو میگیم این اینجا ما نویستیم که یک از مدل یک دو را طرح کردیم اینا التجی برابر جی ام خی مینوس ای خی مینوس ای را اهمیت نمیده که این مینوسی که طرح کردیم که این مینوس قطعی این پلوس مینوس میشه مینوسی میتونیم که خی بیام مینوسی چی مخرجشون چه عمومیه مخرجشون یخیله در حال ما مینوس میکنیم یعنی مینوس اگر از خاص بروریم ای قطعی ای جمع میشه هم خلاص جمع میشه نه 8 ار قطعی نه 8 ار میشه 16 ار 9 ار قطعی مینوس بیا خیلی مایدی ما اجرا میکنیم که شما کم ترس میشه نگاه کنید 1 تقسیمی بسید این قوس برای ایو تعلق داره 8 برای هر دیو تعلق داره فهمیدین شو فهمیدین نمیدونم این 8 ای یا 8 داره یکی یا 8 گزینه‌اش ندارم 8 کی خیلی یعنی طرحی طرح گفتیم طرح 1 تقسیم ار کوب از قوس برآوردیم طرح هم از قوس برآوردیم میگه که اینجا طرح بود این طرح قطعی نه طرح اینجا میدونید طرح ایسو چی اومد این طرح قطعی طرح از قوس برآوردیم ار کوب هم برآوردیم در داخل قوس میمونه 8 ار پلس 9 ار پلس برای که ما طرح برآوردیم فهمیدین پلس 8 ار مینوس 9 ار یعنی همین چیز پلس همین چیز میشه 16 ار 9 ار نهم روانه اری مایدو بران یعنی اگر که بران ما در حال ما مینویسیم که مینوسی 16 اری چی کلام 16 ار تقسیم اری کوب ار یکایش میره 16 تقسیم چی او انا کی جدا ما میتونم که ایده هم از خاص برورم ایجا دو بشوه قوسای میدان در کار نیستن دیگه اوقات در کار نمیشن انم خیلی نمیجه چی نکو درستان خیلی انا ما میگه جی هنگامی که ما چیزهایی که همین قوه هایی که تاثیر خورد دارن با اعتبار نمیگیریم یعنی فقط با اعتبار میگیریم که یک جسم در سطح سیاره هست نه چیزی که ما خودمون با اعتبار میگیریم خودمون مثلا قوه‌ای که ما با تغییر تاثیر میکنیم تقسیم جی میکنیم مثلا میبرویم با قوه‌ای که با دینامومتر اگر بالا دینامومتر اگر برویم 550 نیوتن نشون میتونیم تقسیم 10 کنیم تقسیم ماس هم میکنیم 55 کیلوگرم جی میبره 10 یعنی همین قوه‌ای که اگر این تاثیری را با اعتبار نگیریم تقریبا را با اعتبار نگیریم قوه‌ای که در همین دل خود نقطه سطح سیاره تاثیر میکنه فرض کنیم همین نقطه این میشه که اینا n3 n پروستا اینجا چی میشه قوه جاذبه که از طرفی تصمیم میکنه جی امی خورد امی خدیان همین ردیف تقسیمی رادیوس ردیف در کوادرات یعنی جی میشه که انا همون قوه تقسیمی ام یعنی جی امی ردیف تقسیم رادیوس ردیف در کوادرات انا که بوزی مونه مدلای سرا با مدلای 4 که ما نوشتیم تقسیم میکنیم یعنی سه را ما با 4 تقسیم میکنیم و حاصل میکنیم
من شرط نبود من جب نیست جورا میگیرم مدت جا مهمه انا حاصل میکنیم ما گفتیم که 3 را با 4 تقسیم میکنیم 3 تقسیم 4 می نویسیم یکم چیزی که میره اینه دل جی ام با جی ام میره دویم چیزی که میره نگاه کنید ما ای را با ای تقسیم کردیم ای تقسیم کننده هایم خلاص ای تقسیم شونده مخرج تقسیم شونده و ما نگاه کنید کسر چونه کجا میشود و این ایر کادرات بولو میو این جو میرن یا هم خیلی کسر پوین میرن فهمیدین او این جا میشه که دلتا جی تقسیم جی برابری خواهد بسین 8 نه ایری مایده کارتا الان که بعد داخل کاوس میذارم ده همه یو میروم یو کی مالی بیو 8 ایجی ام با جی ام رفت کاوسی کلان ایر کادرات داخل میکنیم یو اینکه نگاه کنیم از چکار میکنیم ما اینم یو را همه شونه با ایری کلان مایل خبیو اول بنویسم ایر کوادرات داره وقتی ما اینجا بولد میکنیم کوادرات ایر کوادرات مایده ایر کوادرات مایده ایر کوادرات مایده ما میرسیم ایر تقسیمی ایر جمع ایر عموما در کوادرات برای که اوش هم کوادرات داره مخرج هم کوادرات وقتی صورت مخرج کوادرات داشته باشه هرچی اخیر می نویستن ممکنه اینجا دام هم خیلی ایر تقسیمی ایر طرحی ایر در کوادرات طرحی دو ایر تقسیم ایر کلان در کوادرات همه خیلی اما اگر این نهمی حالت اگر ما برای زمین حساب کنیم مثال برای زمین ایر رادیوسی ماه میشود این ایر کلانش هم مسافت بین زمین ماه 60 رادیوسی زمینه یعنی ایر خیلی خورد از ایر میشود 0 از 1001 میشه ممکن 0 از 1001 کوادرات میشه 0 از میلیون یک 0 از میتونیم که همین از را پرتویم با اعتبار نگیریم این اینجا در مورد یک چند چیزای متماتیکی را انجام میتیم دلتا جی تقسیم جی یا که تمام جواب مبرمه نمیتونیم که در همجا رقم را بمونیم ایر معلومه کن دلتا جی تقسیم جی برابری 8 اکی نگاه کنیم ما صورت مخرج هر کدام همیو را با ایر کلان تقسیم میکنیم فهمو یا کنیم چی میشه ایر تقسیم ایر کلان و ایر تقسیم ایر کلان ما میگیم یکم کوفیشنت دلتا ما هم حرف دلتا را کم تر دوست میدونیم ایر تقسیم ایر کلان برابر یکم دلتا هم خیلی این چی میشه ایر تقسیم ایر کلان میشه یعنی دلتا تقسیمی این ایر تقسیم ایر کلان تقسیم ایر کلان چند میشه یک جمعی با دلتا این تقسیم ایر کلان دلتا یعنی همه را ما تقسیم کردیم نه که همین چیز در کوادرات جمعی در اینجا چی دلتا کوادرات تقسیمی یک طرحی دلتا کوادرات طرحی دو دلتا کوادرات انا همه خیلی یعنی ما دلتا را میتونیم که عدل نه حساب کنیم در اینجا مونیم نگاه کنید اکا همین را ما مثل این قید میکردم خودتر میشه مثل این سگیش این کوادرات ایش هم کوادرات اک نگاه کنید دلتا کوادرات خیلی میبروید دلتا جی تقسیم جی برابر 8 دلتا کوادرات در داخل قوس میمونه انا در داخل قوس میمونه که یک مینوس دلتا کوادرات این طرف میاد یک مینوس دلتا کوادرات این طرف میاد پلوسی یک پلوسی دلتا کوادرات اونجا میروه انا که نگاه کنیم ما اینجا قوس هم یک شروع میشه که یک کوادرات مینوسی دو دلتا دو ضرب یک ضرب دلتا میشه دو دلتا پلوسی دلتا کوادرات هم خیلی میشه یعنی اینجا میاد میشه که یک کوادرات یک مینوسی دو دلتا پلوسی دلتا کوادرات هم خیلی پلوسی در اینجا میشه که همون چیز فقط همون دو دلتایی که داریم پلوس هم میشه یعنی دو دلتا و دو دلتا میرون چی میمونه؟ میمونه که دو تا یک
بو دو تا دلتا کوادرات آخر بیا می نویسیم خیر یک مینوسی دو دلتا پلوسی دلتا نه درجه چور نه کوادرات پلوسی یک پلوسی دو دلتا پلوسی دلتا کوادرات فرم زر مختصر اینا یو رفتن دلتایی که در بلو هستن نه اقاب رو آردیمش اقاب رو آردیم همه خیر کردیم چی شد یک پلوس یک دو این دوی که جدا هست کو دو پیدا میشه در این یک جمع یک دو دلتا کوادرات دلتا کوادرات اینجا بود دلتا کوادرات دیگه چی میشه میبروریم از قوس همشونه 16 میشه 16 میشه در اینجا چی میمونه یک جمع دو بود کو دو را بروردیم یک مونده جوش یعنی ما گفتیم که او دو جمع دو دلتا کوادرات مون دو شب رو آوردیم قطعی نه دیگری مون یک جمع دلتا کوادرات یک جمع دلتا کوادرات تقسیمی انا تقسیم مخرج اونش میشه که یک جمع دلتا نگاه کنید او یک طرح دلتا با آبچی در کوادرات نه هر دوشون کوادرات داشتن کوادرات عمومی هم میگیریم شما مینوسی ایدر همو برواردیم دلتا کوادرات هم برواردیم یک این فرممون عجیب شد یک پلوسی دلتا خیلی اجا یک پلوسی دلتا یک مینوسی دلتا اجا به ترهیبه چی میشه میشه ا کوادرات ترهیبه کوادرات یک مینوسی دلتا کوادرات این پایان میشه که یک مینوسی دلتا کوادرات یک مینوسی دلتا کوادرات دلتا کوادرات یک هم کوادرات بود در کوادرات انا بیا دلتا را بینیم چنده بیا حساب کنیم دلتا را چند بود نبور بین کو 13000 چند 593 19640 593 کیلومتر تقسیم 19640 چند میشه تقسیم کن 0 اصد بعدی سه چنده 0 اصد سه تقریبا من همین دیل تایمون 0 اصد سه برم یعنی دیگه 3 صدوم 3 صدوم این خیلی خورده با کوادراتش میشه که 0 از 10009 خیلی خورد میشه که از یک اگر 0 از 10009 را بگیم 0.99 چند میشه تقریبا این اینجا دامداش میتونیم با اعتبار نگیریم اینجا دام میتونیم با اعتبار نگیریم این یک میشه یک تقسیم یک مینوس یک اگر اون ما با اعتبار نگیریم چی میشه 0 میشه میره اینجا یک میته یک طرح یک 0 برای ما با اعتبار میگیریم یا که چه با اعتبار نگیریم دلتا کوادرات این خورد یکه دلتا کوادرات این خورد یکه برای همو اگر دلتا کوادرات همو x بگیم دیگه فرمول هست یک مینوس x میشه اینجا مینوس x در کوادرات همین وقتی که x خورد یکه ما تقریبا همین هم میتونیم بگیریم که یک مینوس dx این هم میتونه که همیشه اینجا پلوس مینوس میتونه باشه پلوس مینوس میتونه که کالکولاتور خاطر بسنجیم یعنی ما میتونیم یک مینوس دلتا کوادرات چی بگیم یک مینوسی دو دلتا کوادرات یک مینوسی دو دلتا کوادرات یعنی همینجا ما اصلاح میکنم میگم که یک مینوسی خیلی قبول خاطر دو دلتا در کوادرات این طرف میره مخرج عمومی میشه یک پلوس دلتا کوادرات مینوس یک میره و یکو پلوس دو دلتا سه دلتا کوادرات میشه چه خواست داشت؟ خب میدونم همون را ما چی کردیم اینجا دلتا ما کم تا بیزه کنم خیلی اینجا میشه که یک پلوس دلتا کوادرات مینوس یک با یک رفت و مینوس خطی مینوس پلوس دو دلتا کوادرات سه دلتا کوادرات میشه هم خیلی مخرج جمعتیم میشه که در عموم در بالا میمونه 3 دلتا کوادرات در پایین نمی چیز 3 دلتا کوادرات
تقسیم چی بود؟ 1 مینوس 2 دلتا در کوادرات. و جواب میستنجیم که کار میکنه. حتی این ایکس 0 بگیریم میشه تقریبا. دیدین که اگر او خیلی میمونیم پس از جای دلتا کوادرات 0 میمونیم که نمیبرومد جواب. 0 1 طرح 1 میشه، 1 طرح 1 0 0 ضرب 0 تقریبا 0 میشه. یعنی تقریبی سراز تقریبی بعد حساب کنیم اگر مسئله به خاطر همون که ما هم تقریبی را به اعتبار نگیریم. ببینید میتونه که خیلی مسئله برای زمین باشه. مثلا همون چند ممکن که 1 تقسیم میلیون فایز شود. یعنی 0 از 1 میلیون فایز. خیلی 0 از میلیون 1 فایز شود مثلا. انا که میمونیم همش دلتا کوادرات دور شده 3 کرات 16 چند میشه؟ 48 48 دلتا در درجه 4 تقسیم 1 طرح 2 دلتا در کوادرات. کمتر چیزی است خیلی مایل بیانه که همون 0.03 کو در درجه 4 بیشتر میتونید سازم با کالکولاتر. میشه کوبین یا برمان چه؟ 8 از در درجهش مینوسی 7 چی با مینوسی 7 برمان؟ ضرب 48 3.88 تقسیمی تقسیم نه 0.03 را کوادراتش ضرب 2 0.03 را کوادراتش ضرب 2 1 مینوسی عنصر انا که 3.87 بدوزی 3.89 تقسیم عنصر با 3.89 شد های 3.89 مینوس چند؟ دیدی امی 3.89 بود این اگر 0 هم بگیریم دلتا کوادرات 0 هم بگیریم با 3.89 همون سوی بره یعنی هیچ چیز وقت تاثیر نمیگذاره. مینوس 7 نه مینوس 5 گفته بودی مینوس 5 مینوس 5 های واحدش چیه؟ نسبی تجربی نسبی را گرفتیم. این بود یکی از مسئله ها از مسئله های المپیادی روسیه.